با عرض سلام خدمت دوستان عزیز. یه نکته راجع به کیلومتر من خدمت عرض کنم. کیلومتر دنده کیلومتری داخل گیربکس وصل میشه. دنده کیلومتری که داخل گیربکس نصب میشه، این موزینگ زمانی که دنده میذاره این موزینگ دور میزنه، چرخات دور میزنه، موزینگ دور میزنه، اون دنده کیلومتر میفته توی این خار. موتور دور میزنه، کیلومتر به کار میفته. البته با افعالان دنده این میفته. ولی حالا گیربکس های جدید، ماشین جدیدی که براشون کیلومتر رو انداختن داخل کامپیوتر و کامپیوتر دستور میگیره، دیگه این چارت رو نداره. ببینید این چارت که داره این نداره. یه وقتی گیربکس باز میکنید مثل این بنده خدا موزینگش عوض میکنه، حواست باشه مدل بالایی نداره. مدل پایینی اونایی که دنده داخل گیربکس میخوره باید این شاکتره بریزه. این بندازی هیچ کاری دیگه نمیتونی بکنی. دوباره باید گیربکس نگاه کنی، موزینگی رو عوض کنی. این بنده خدا همین کاری کرده، حالا دوباره با گیربکس کار کردیم، موزینگ رو عوض کردیم. حواست باشه. تمام.